سلام. من امروز میخوام داستان خودم رو بگم. شاید به شما هم کمک کرد. من مدت‌ها بود که دچار اضطراب اجتماعی شده بودم. نمیتونستم تو جمع خانوادگی بشینم. همش توی اتاق خودم بودم. نمیتونستم با فامیل حتی صحبت کنم. انگار منو گذاشته بودن رو شعله آتش. عرق میکردم و صورتم قرمز میشد و سری میخواستم جمع رو ترک کنم. چند سال بود که فقط موندن تو خونه رو ترجیح میدادم. من حتی نمیتونستم برم سوپرمارکت و چیزی که لازم دارم رو بخرم. حتی نمیتونستم با یک فرد جدید صحبت کنم. لکنت میگرفتم. وقتی توی اجتماع قرار میگرفتم، انگار میافتادم توی زندان نظرات، قضاوت‌ها و طرز نگاه کردن مردم در مورد ظاهرم، لباسم یا هر چیز دیگه‌ای. از اشتباه کردن میترسیدم. از اینکه یهو توی جمع پام لیز بخوره میترسیدم و همه اینها به هم فشار می آورد. من حتی به خاطر این نمیتونستم برم تراپی. یه روز یه دفترچه آوردم و نشستم و خودم با خودم حرف زدم. از خودم به عنوان تراپیست سوال میپرسیدم و خودمم جواب میدادم. توی این نوشتنها دیدم واقعاً نظر مردم راجع به من مهم نیست. مردم حتی منو یادشونم نمیمونه. هر چی که میخوان بگن، بگن. هرچند که انقدرم مردم اهمیت نمیدن. همیشه قرار نیست کامل باشیم. نباید دنبال تایید دیگران باشیم. از اون روز سعی کردم روی ذهنیتم تمرکز کنم و اولین قدم‌ها رو برای شکست این ترس بردارم. من اولین خریدم و بعد از مدت‌ها از سوپرمارکت کردم و وقتی اومدم بیرون احساس سبکی می‌کردم. انگار روحم آزاد بود. بعد از اون اولین بارها رو تجربه کردم و فهمیدم واقعاً هیچی نبود. چیزی که ازش می‌ترسیدم هیچی. خیلیامون مشکلات زیادی داریم که از ذهنیتمون میاد. اگر فکر می‌کنی کسی نمیتونه کمکت کنه، درست فکر می‌کنی. بشین با خودت حرف بزن یا بنویس چی مشکلی داری و از خودت سوال بپرس و جواب بده. هم ریشه مشکل رو میفهمی کجاست، هم راه حل پیدا می‌کنی.